زیر بار این حرکت میرفتن، این پولا رو میگرفتن و الان سوریه کارش تمام شده بود. ولی میبینید سوریه محکم ایستاده. این به برکت همون مقاومت واقعی است که ارتش سوریه داره. الفردوس والصالحين والسكري وصلاح الدين هذه كلها من أماكن الفقيرة على داخل محافظة حلب. المحافظة تحتوي إلى 3 أقسام: قسمين من الثراء العالي، وقسم هو يضم الفردوس والصالحين والسكري ودوار باب النيرب إلى أن يصل لدوار الشعار. میگن که حلب که چند قسمت داره، مثل تهران 22 منطقه 24 منطقه نمیدونم چند تا منطقه داره تهران، حلب هم همینطوره. یک بخشش خیلی گران قیمت شهبال جدید است، اما بقیه بخشاش مثل فردوس، مثل کجا اسامی که من حالا تو ذهنم نمیمونه، اینها همان مردم واقعی سوریه هستند که اونها محکم ایستادن و هنوز هم حلب به حلبیت و مقاومت خودش محکم ایستاده. أنا أحدثكم ما بين الحديد والنار ودوي المدافع وإطلاق الرصاص في كل مكان حينما فشلت القاعدة المجرمة في تنفيذ خططها وإرهاب وإرعاب الناس الفقراء والأثرياء، فهم للآن يفشلون لأن مدينة حلب ما زالت صامدة. اتجهوا إلى اغتصاب الفتيات وعقر بطون النساء الحوامل، هكذا يفعلون في السكاكين. وأنا في الأيام المقبلة سأتي بشريطات فيديو تؤكد هذا الأمر حتى يبث على القنوات الرسمية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. من شما باور کنید از میانشون میگن من از میان آتش و خون، مسلسل قتل، جنایت، دزدی، آدمکشی، آدم دزدی و از میان اون صحنه هایی دارم به جمهوری اسلامی آمدم که فیلم هاشو دارم و تا 2-3 روز دیگه این فیلم ها رو تو تلویزیون جمهوری اسلامی تقدیم میکنم که بدانن هر حمله‌ای که این مجرمین القاعده در کشور سوریه کردن، زنان حامله رو میارن جلو چشم مردم، با چاقو فرزند زن حامله رو، شکم رو جلو چشم مردم میدارن و فرزندش رو در میارن و زیر پاهاشون له میکنن و لگد میزنن. این مجرمین، این ناانسان ها، این مجرم ها با وجود همه این فعل و انفعالاتی که در کشور سوریه برای اینکه نشون بدن مردم سوریه دارن انقلاب میکنن، اما همه میدونن معلوس هنوز سوریه و حلب محکم ایستاده است. وأيم الله حينما ترون تلك المناظر ما يفعلونه بلحى طويلة وبمذهب تكفيري وهم أرادوا لهذه الأمة تقطيعها لترون الولدان شيبة. و خدا را قسم میدهم و شاهد میگیرم این چهره هایی که مردم رو این چنین میکنن، با ریش و محاسن بلند، با قیافه های اسلامی ظاهری، لکن در درون عقلها قفل، دین ندارن، انسان میکشن، تشویش مذهب و دین و اسلام و قرآن میکنن و این جنایات رو در کشور سوریه به نام اسلام دارن صورت میدن و پشت پرده همه اینها دشمنان اسلام. ثم ذهبوا إلى منطقة الشيخ نجار فيها أكثر من 850 مصنع عملاق كبير، سرقوا محتوياته وبعثوه إلى تركيا وأرسلوا لهم المواد السامة والرصاص والقنابل حتى يقتلوا الشعوب أكثر وأكثر. منطقه‌ای در استان حلب هست، تمام کارخونه ها، شاید 70% کارخونه های کشور سوریه در استان حلب هست. اون منطقه‌ای که کارخانه های کشور سوریه مثل کارخونه های لباس، کارخونه های نساجی و غیره در اونجا هست، در منطقه شیخ نجار هست. اینها آمدن تمام کارخونه های این منطقه رو، دستگاهاش رو باز کردن، تو جعبه کردن، سوار تریلی کردن، همه کارخونه‌هاشو فرستادن کشور ترکیه و اصل کارخونه ساختمان‌ها و امکاناتشو نابود کردن و بمب گذاشتن برای اینکه سوریه و اقتصادشو نابود کنن. اینها همون انقلابگرایی هستند که شما خیال میکنید آیا اینها مال مردم بود یا مال دولت بود؟ اینها مال مردم بود، پس اینها برای مردم کشی به اینجا آمدن. فذهبوا أيضا إلى جامع الأموي في محافظة حلب
وضعوا المتفجرات والمتفخخات فيه، ثم نبشوا تحت الجامع القديم، لأن هناك آثار قديمة في مخططات وصلت إليهم من قبل الموساد، وحتى حرقوا مكتبة وقفية ضخمة كل مخطوطة فيها لا تقدر بملايين الدولارات، من أجل حقدهم العفن، من أجل وهابيتهم التي سجلوها على أنفسهم بأنها هي الخير وغيرهم هم أهل النار. مسجد جامع اموی در دمشق که مسجدی بود در 2000 سال قبل در اختیار مسیحی ها بود، در زمانهای قدیم خریداری شد برای مسلمان ها بعد از پیدایش اسلام، و در درون اون تمام اسناد امضا شده بین بزرگان اسلام و مسیحیت رو سنگ ها تو به اصطلاح موزه های مسجد جامع هست، و همه این نقوش و آثار رو وهابی های کثیف مجرم بدون اینکه یا بفهمن یا با علم به دستور یهود که اینا میخواستن این آثار از بین بره تا بتونن ریشه و نام اسلام رو از کشور سوریه برکنن به نام اسلام، اینها رو اومدن بمب گذاشتن، مواد انفجاری گذاشتن، این اسناد رو یا دزدیدن یا منفجر کردن، پودر کردن، بردن هوا. و تو مسجد جامع اموی یک موزه‌ای بود، در یک بخشش قطعه از موی حضرت عیسی علیه السلام بود که اون چند هزار سال تو مومیایی و چیه، خیلی صحنه قشنگی بود و جالبی بود. این خیلی قدیمی، چند هزار ساله است. اینو بردن چند میلیون دلار در خارج از سوریه اینو فروختند. وآخر ما جرى في محافظة حلب خطف المطران يوحنا إبراهيم وما زال مخطوف، والمطران اليازجي ومعه الأب ميشيل والأب إسحاق للأسف. رئیس مسیحیان استان حلب که هرچه اینا تلاش کردن اینا رو برگردونن و بر علیه دولت کنن نتونستن، رفتن پول دادن به اینا که اینا مصاحبه کنن به نفع القاعده و این دشمنان کشور سوریه، نتونستن، آمدن او رو شبانه از منزلش دزدیدن و تا به الان معلوم نیست ایشون کجاست، به دلیل فقط یک چیز، و اون این که گفت من با شما همراهی نمی کنم، شما جنایتکارید و شما مردم سوریه نیستید. هل هذه ثورة تقتل أهل الذمة ثم تطلب منهم دية ثم تذبحهم وتقتل أهل السنة والجماعة وتقتل محبين آل البيت؟ هل هذه ثورة بالله عليكم أم عورة؟ من شما رو قسم میدم، آیا فکر میکنید اینا انقلابی هستن که مردم رو میکشن؟ آیا اینها انقلابی هستن که مسیحی ها رو میکشن و ازشون پول اهل ذمه میخوان؟ آیا اینها مسلمانن که میان مسلمانان و اهل سنت رو میکشن؟ آیا اینها مسلمانن که هر کس شیعه بود، امیرالمومنین علیه السلام در استان حلب، در نوبل و از زهرا و جاهای دیگه بود، او رو و الان این دو دهکده چون شیعه هستن 8 ماه الان حتی یک ذره غذا امکان انتقال به این دو دهکده‌ای که حدود 1,600,000 شیعه درش وجود، ببخشید 160,000 شیعه در این دو دهکده زندگی میکنن، حتی امکان رسوندن یک لقمه غذا آرد وجود نداره. و حالا من خارج از ترجمه ایشون مطلعم که با هلیکوپترهای بسیار بلند پرواز از بالا که با موشک نزننش میاد بسته‌بندی آرد، بسته‌بندی نان، بسته‌بندی شیرخشک، دوا، درمان از اون بالا با چتر رها میشه داخل این دو دهکده، فقط به جرم این که اینها مسلمانن یا شیعن. آیا به نظر شما اینها انقلابی هن؟ آیا این انقلاب یا یک جنایته؟ 24 ساعته دارن بر روی از زهرا و نوبل موشک و خمپاره و توپخانه رو میریزن مثل باران. 24 ساعت، حتی دقیقه‌ای در طول شبانه روز بر زن و بچه، اصلا مرد در اونجا وجود نداره، مردا دارن میجنگن، فقط تو این دو دهکده زن و بچه وجود داره. این برای چیه؟ فکر من فقط جز این نیست که اینا عاشق اهل بیتن، فقط جرمشون همینه، هیچ چی دیگه جرم ندارن.
هذا ما يجري في حلب. وأما في محافظة إدلب ما زالت أيضا صامدة في داخل المحافظة، لكن هناك بدأوا في منطقة حارم وأيضا معبر باب الهوى مثل معبر باب السلامة إلى تركيا لكي يرسلون السلاح والعتاد وأبناء القاعدة. استان همجوار حلب استانی است به نام ادلب که مرزی داره به نام باب الهوا. این مرز باب الهوا باز خودم رفتم که یک مرز بسیار بزرگی است که بنا بود که تو 5 ساله اخیر دیگه مرز ورودی ایرانیان از ترکیه به داخل سوریه بشه که برن رقه محضر قبر مطهر عمار یاسر و سمیه و جنگ صفین و اون منطقه ها. اما این استان هم مردم محکم ایستادن و به لطف خدا هنوز هم مقاومت رو از دست ندادن و در مقابل جنایتکاران القاعده ایستادن. الحدود مع تركيا مفتوحة 850 كيلو مع تركيا، وكل هذه الحدود تدخل منها السلاح والقاعدة والمتطرفين من أصل تركيا إلى سوريا. 850 کیلومتر مرزهای ترکیه متاسفانه با کمک تمام دشمنان اسلام باز شده و از داخل این مرزها پول و اسلحه و بمب و نیرو و امکانات وارد سوریه دارن تزریق میکنن برای کشتن مردم سوریه. تركيا الآن هناك قواعد أمريكية في داخل تركيا تدرب القاعدة ثم ترسلهم من تونس والكويت للأسف والسعودية وقطر، وأيضا كذلك الأمر تونس وليبيا، حتى من الأفارقة حتى من المسلمين الأجانب في أوروبا يأتون إلى تركيا يتدربون على قوى حمل السلاح باسم هذا الدين، ويحملون السواك التخين ويقصرون الثوب ثم ينادون الله أكبر إلى حور العين. وأي حور العين هذه وفلسطين تناديهم وهم لا يسمعون. فرماندهان ارشد پنتاگون در کشور ترکیه مشغول آموزش دادن فراخوان نیروهای القاعده و جسوده از تمام جهان اسلامن با نام اسلام و بهش رفتن و به دست آوردن حورالعین. هر کس کشته بشه به حورالعین میرسه، هر کس بکشه به حورالعین میرسه. آوردن جذب کردن، اینا رو آموزش میدن و اسلحه و امکانات میدن دستش میفرستن داخل سوریه. این در حالی است که اسرائیل در کنار گوش همه اینها داره سالهای سال جنایت میکنه و حتی یک تیر توسط اینها به طرف اسرائیل شلیک نشده. آیا فکر میکنید این باز هم انقلاب و یک انقلاب واقعی توسط اینها؟ ففي منطقة باب الهوى منطقة عابرة وكبيرة في وسطها أرض الصداقة السورية والتركية. في هذا الوسط هناك كتائب الإسلاميين وفي أيضا تجمع جيش محمد. تصوروا يا إخوتي بأنهم يذبحون الناس فقط بأنهم إذا أيدوا أن يبقوا في الجمهورية العربية السورية ولا يغادروا، وعدم تقسيم جغرافية سوريا يحكمون عليهم بالذبح بسكين غير حادة للسني وللشيعي وللعربي وللكردي وحتى المسيحي يقتلونهم. در نزدیکی مرز باب الهوا منطقه است به نام زمینهای دوستی بین سوریه و ترکیه نام گذاشتن. در این زمینها یه مراکزی رو ایجاد کردن. هر کس با القاعده و اینها جنایتکارا همراهی نمیکنه میارنش و او رو ذبح شرعی میکنن. ذبح شرعی با چاقوی تیز نه.